چکینگ یا سلام، خوش اومدید اولین ویدیوی من یعنی مصطفی. من این چنل رو درست کردم برای چالش‌های 24 ساعته، ولاگ و گیم. هدف اصلی من سرگرم شدن شما دوستان عزیزه و اینکه امیدوارم لحظات خوشی رو در کنار هم ساخته باشیم، بسازیم و اینکه همین چیز دیگه ای نمیمونه. این ویدیو هم در مورد 24 ساعت با یک رنگ، اون رنگ هم من انتخاب کردم که رنگ قرمز هستش. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. let fucking go برای ادامه. آقا ما الان پرسیدیم، گفتن نمیتونی فیلم برداری کنی از داخل. من وسیله ها رو میگیرم، خیلی عصبانی شدم آجی، اصلا نمیذارم فیلم بگیری، حتی یه ذره با گوشی هم نمیذارم فیلم بگیری. من وسیله ها رو میگیرم، باز دوباره میام به شما نشون میدم ویدیوشو دیگه، برم وسیله ها رو بگیرم. ولی نذاشتم ویدیو بگیریم اون داخل دیگه، خیلی عصبانی شدم آجی، واقعا اصلا نذاشتم ما ویدیومون رو بگیریم. یه 3-4 تا دونه کوچولو وسیله خریدم چون اکثرشو تو خونه داشتم، بقیه وسیله ها رو. 2 تا چیپس مفک و یه نوشیدنی گرفتم. یه سورپرایز هم داریم که برسیم خونه اونم نشون میدم. و اینکه چیز دیگه ای نمونه آقا. لیتس گو بریم خونه ادامه بدیم. آقا یوتیوبری واقعا کار سختیه ها. واقعا یوتیوبری کار سختیه. هم یه درآمدی از قبل میخواد. همین که ببین میخوای یوتیوبر بشی خیلی باید سناریو سازی کنی. بتونی برنامه ریزی داشته باشی، ایده داشته باشی. یکم یوتیوبری زیاد سخته، ولی خب بازم ما برای شما ویدیو درست میکنیم، خواهیم کرد و کرده ایم. آقا اگه اینقدر من بی انرژی هم شما بزرگی خودتون ببخشید. من امروز یکم مریض احوال بودم، حالم خوب نبود و اینکه سعی کردم تمام انرژیمو واسه شما بذارم، با دوچرخه برم بیام، خریدامو بکنم، ایده پردازی بکنم. و اینکه ببخشید اگه یکم امروز بی انرژی بودم، برای اولین ویدیو نباید این ویدیو می بود، ولی خب قول میدم تو ویدیوهای دیگه خیلی بهتر و عالی‌تر براتون برنامه‌ریزی کنم. راستی که در کل به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، امروز کم انرژی بودم، ببخشید دیگه آقا، مریض بودم. خب سلام مجدد. آقا مادر ما برای ناهارمون که ناهار قرمز رنگ بتونیم داشته باشیم و بخوریم، کوفته تبریزی درست کرده ناهار و من کم میخورم، دستش درد نکنه. و این شد از ناهارمون. آقا برای عصرونه و اینا هم وسیله که گرفتیم رو میخوریم و اینکه باشه چند از وارزون هم میزنیم. اگر خواستید میتونیم چند تا کیلوشمای وارزون هم توی اون موقعیت دارم خوراکامو میخورم و میذارم، ببینید. و خوراکامون هم قرمزه، در آینده بهتون نشون میدم. اون سورپرایزم که بهتون گفتم دارم هنوز. خب ما وسیله‌ای که تونستیم فروشگاه بخریم یه دونه چیپلت قرمز بود، کچاپ قرمز، یه دونه هم چیپس قرمز فلفلی هم گرفتم، بازم به محتویات توش و گشتم تو همون یه فروش کوچولو، انقدر گشتم آجی، یه مسیر رو 3 بار رفتم و اومدم، هرچی دنبال نوشیدنی بودم پیدا نکردم. یه چشم خورد به قفسه سمت چپ، دیدم توش پر چرت و پرت آیس مانکی و همه چی بود. حالا من اینو گرفتم، مارک جدید ولکاه، فکر کنم ولکاه استاره یا استار ولکاه. من که تا حالا ندیده بودمش، به نظر من که جدیده، شما رو نمیدونم دیگه والا. و اینکه آقا اینا رو گرفتیم، ویدیو اولم بود، بعد اینکه کم هزینه داشتم و اینکه واقعا توانش نداشتم، نتونستم. و اینکه مغازش هم کوچیک بود، هیچی نداشت حاجی، مغازه اینقدر کوچیک بود هیچی نداشت. و همین 3 تا چیز گرفتم و سورپرایزمون که من برم سورپرایز رو بیارم و بیام. خب ما برگشتیم، میمونه سورپرایزمون اینجا، این چی میمونه؟ سورپرایز ما میمونه و اینکه تنها سورپرایزی که تونستم انجام بدم یه توپ
توپ قرمز گرفتم و اینکه همین توپ قرمز گرفتم که بماند به یادگار از اولین ویدیو یوتیوب من. یه روزی توی یه بک‌گراند خوشگل اینو میذارم به یاد اولین ویدیو یوتیوب بنده. خب آقا بریم یکم اینا رو بخوریم مسرونه و خوراکی. یه سرگرمی ریزی همین چند دست وارزوم بزنیم. چیزای قشنگش رو حالا سعیم میکنم که واسهتون بذارم و اینکه بعدش بریم واسه شام دیگه. آقا لیتس گو. خب آقا دیگه وقت شامه و اینکه بریم دیگه آقا بریم شامو بزنیم و اوترو خدافظی. آقا من شام نمیخورم، اگر بخورم کم میخورم. خب الان گفتم شام نخورم، چرا بخورم؟ هندونه یکم آوردم یکم هندونه آوردم بچه بخوریم و اینکه همین دیگه آقا. من شام کم میخورم یا اکثر موقع نمیخورم و چون چالشمون 24 سوار رنگ قرمزه من مجبورم از هندونه استفاده کنم که قرمزم باشه دیگه و هم رژیمیه هم آب بدن تو تامین میکنه. همین که شام که واسه منی که واسه کسایی که مثل من شام نمیخورن هندونه چیز خوبیه و اینکه امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ببخشید اگه بد بود، تایم کم بود، ادیتش خوب نبود، واقعا ویدیوی اولمه و اینکه تجربه‌های سختی رو داشتم. واقعا چالش‌های زیادی روبرو شدم توی این ویدیو. سر اینترو من حداقل 3 بار که بیشتر اینترو رو گرفتم و اینکه یه سری ویدیوها رو گرفتم که اصلا چیز خاصی توش نگفتم، فقط خودم هم اینجوری دارم واسه رانندگی میکنم و برای همین داستان با چالش‌های زیادی روبرو شدم و یه تجربه خوبی بود واسم. برای همین دیگه از این بعد ویدیوهای بعدی رو سعی میکنم با این تجربه‌ای که امروز من دریافت کردم و چیزها و چالش‌هایی که روبرو شدم، ویدیوهای بعدی حواسم هست که بهتر کنم، تایم ویدیو رو بیشتر کنم، چالش‌های قشنگتری بگیرم، فانتر بکنم ویدیوها رو و اینکه حرف دیگه نمیمونه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اینکه نظرتون رو در مورد این چالش بنویسید دیگه. نظرتون در مورد این چالش بنویسید که چالش‌های دیگه هم بنویسید که من چالش بعدیم چالشی باشه که شما تو کامنت ها گفتید و به هم بگید که چالش بعدی چی باشه. 24 ساعت با یک دست، 24 ساعت روی تخت، 24 ساعت با یه حرف و همین. حرف دیگه نمونه. نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید. چالش بعدی هم حتما توی کامنت ها بهم بگید. حتی 2 نفرم بگن چه چالشی رو من برم، من همون چالش رو واسه ویدیوی بعدی میرم. تا ویدیوی بعدی و یه روز دیگه، گودبای.